نماینده یونیسف صندوق کودک سازمان ملل روز 24 مارت خبر داد که به تاجیکستان توسط این سازمان 541,000 وایه واکسن ضد بیماری‌های سرخچه، پاراتیت و سرخکان آورده شدند. یونیسف گفت این وایه‌ها از جانب شعبه صندوق کودک سازمان ملل در کوپنهاگن پایتخت دانیا بر پایه $840,173 کمک مالیوی بانک جهانی خریداری شده، بخشی از برنامه پشتیبانی حکومت تاجیکستان در چارچوب مبارزه‌اش با پاندمی کرونا ویروس می باشد. طبق این برنامه بانک جهانی برای پر کردن کمبود بودجه تاجیکستان خریداری وایه‌های واکسن ضد این سه بیماری را نیز به دوش خود گرفته است. رهبر نمایندگی بانک جهانی در تاجیکستان اوزان سفیمیلی گفت ارائه مبلغ‌گذاری موقتی برای خریداری این واکسن‌ها تنها یک بخش کمک‌های گسترده ما برای حمایت خدمات اساسی سایه تندرستی از مشکلات زمان پاندمی است. یونیسف میگوید پاندمی کرونا ویروس نقش کلیدی واکسینه زنی را در حیات مردم و برای اقتصاد بار دیگر نشان داد و هم دید که صرف نظر کردن واکسینه ها خطر دچار شدن به بیماری ها را زیادتر می کند. به حساب یونیسف از سال 2010 تا 2017 در سراسر جهان 169 میلیون کودک واکسن اول ضد بیماری سرخچه را اصلا نگرفتند. یعنی به حساب میانه هر سال بیش از 21 میلیون کودک از این واکسن برای حفظ سلامتی آنها مهم محروم ماندند. افزایش شماره کودکان بی واکسن امروز باعث خروج بیماری سرخچه در چندین کشور شده است. رهبر نمایندگی یونیسف در تاجیکستان اسامه مکاوی با استقبال از رسیدن این واکسنه ها به تاجیکستان و با اظهار سپاس به بانک جهانی گفت این نیم میلیون واکسن برای کودکان تاجیک یک کمک سری وقتی و مهم است، زیرا امکان می‌دهد که هزاران کودک را از بیماری و معیوبی نجات دهد. دفتر یونیسف از سال 1993 در تاجیکستان فعالیت دارد و اساساً برای عملی ساختن برنامه‌های کمک به کودکان دستیاری دراز می‌کند، ولی در دوام پاندمی کرونا ویروس مسئولیت به تاجیکستان آوردن وایه‌های واکسن ضد این بیماری نیز به دوش یونیسف افتاد. به حساب وزارت تندرستی تاجیکستان به صورت رایگان تا امروز بیش از 13 میلیون وایه واکسن ضد کرونا ویروس دریافت کرده است.